چند کیلو خورما میخوام واسه مراسم تدفین. برای بار سوم میپرسم آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد و نکاح و ازدواج دائمی آقای یه چیزی رو دلم مونده میخوام بهت بگم. آره جون خودت، کار خداست. اگه حوض میکردی با ننه ما توی 50 سالگی زنگول پای تابوت درست کنیم، حالا نمیگفتی کار خداست. یکی دو بار زیر سویده ردش کردم رفت، همین شد با ما رفیق شد. یه چند بار مرخصی شهری که گرفتیم ما برداشت با خودش برد تو خونه شد. آقا تو خونه اینا رفتن همانا و عاشق شدن ما همان. یه خواهری داشت کاش لااقل تو یه چیزی میگفتی.